سلام خدمت دوستان عزیز. امروز آموزش ثبت نام برای اپلیکیشن هامون رو داریم توسط گوگل ساینین. میخوایم با جزئیات و با نکات ریز با هم متوجه بشیم که چطوری باید این کار رو انجام بدیم. اول اینکه یه سری نکات من بگم خدمتتون. ببینید ثبت نام ما برای چی توی اپلیکیشن همون انجام میدیم. واسه دو تا چیزه. یکی اینکه یه پل ارتباطی ما داشته باشیم با کاربرهایی که میخوان از اپلیکیشن ما استفاده کنن. حالا اون پل ارتباطی یه موقع اگر که SMS OTP حالا بخوایم ارسال کنیم، اون پل ارتباطیمون میشه شماره موبایل. ولی خب حالا اگر که اپلیکیشن باشیم که شناخته شده نباشیم، معمولا کاربرا اعتماد نمیکنن، اون نمیان موبایلشون رو بذارن بفرستن واسه ما. یه راه دیگه هم ایمیله. ایمیل هم واسه راه جایگزینی هست که پل ارتباطی بین ما و یوزرامون باشه. حالا این ایمیل چی کار میکنه؟ یعنی چطوری ما با دریافتش اینجوری که مثلا میتونیم یه اینپوتی بذاریم که اون ایمیل رو دریافت کنیم و حالا کجا بفهمیم که اون ایمیل واقعیه، خود کاربر داره اون ایمیل رو واقعی وارد میکنه. باز باید به اون ایمیل بعد از ثبت نام، بعد از اینکه حالا کاربر اون ایمیلش رو وارد کرد، یه ایمیل وریفای بفرستیم. حالا یه کدی باشه، یه لینکی باشه، چیزی باشه که مطمئن بشیم که واقعا اون ایمیل رو درست وارد کرده کاربر. و اینکه یه حالا یوزرنیم از اون کاربر داشته باشیم. یعنی اصلی ترین چیزش همینه دیگه، اون راه ارتباطی که یا شماره موبایل یا ایمیل و یه یوزرنیم که بدونیم این کاربر به چه اسمی هست توی اپلیکیشن ما فعالیت داره. حالا این راه رو فقط با یک کلیک ساده، اون لایبرری که گوگل در اختیار ما گذاشته، گوگل ساینین، اون رو میتونیم استفاده کنیم و به راحتی اون ایمیل کاربر، یعنی جیمیلشو، و اینکه حالا حتما یه اسمی هم برای اون جیمیل داره دیگه و اونم جایگزین یوزرنیممون کنیم توی اپلیکیشن. خب حالا قدم به قدم جلو میریم و اینکه کامل میخوام براتون توضیح بدم. اول اینکه از یه پکیج استفاده میکنیم. توی پاپ سرچ میکنیم گوگل ساینین. پکیجمون اینه. میایم اینو نصب میکنیم، اضافه میکنیم به پروژمون. خب این پکیج هم به پروژمون اضافه شد. خب واسه ادامه کار میایم یه کلاس یوزر کنترلر به پروژمون اضافه میکنیم. اول اینکه ایمپورت میکنیم گوگل ساینین رو، بعد یوزر کنترلرمون رو میسازیم. یه متد میسازیم به نام لاگین ویت گوگل ساینین رو استفاده میکنیم. یه متد داره به نام ساینین. این چیزی که این بر میاد واسه ما از فراخوانی این متد، دو تا همون چیز اصلی که ما لازم داریم، یه ایمیل، آدرس ایمیل اون کاربرمونه، و یه دیسپلی نیمه که حالا اینو میتونیم به عنوان یوزرنیم استفاده کنیم. حالا اینم که ما خواستیم به صورت کلاس پاس بدیم، حالا اینجوری یک کلاس براش میسازیم. خب اینم به همین راحتی. اما اگر که
توی این مرحله بچه ها شما از پروژه بیلد بگیرید خواهید دید که چیز میده دیگه، ارور میده. حالا چرا ارور میده؟ اینو باید وصل کنیم به اکانت فایربیس. اما حالا توی آموزش هایی که توی سطح دنیا داده میشه، چون معمولا مشکل ما رو ندارن دیگه، مشکل که فایربیس میدونید دیگه ایران رو تحریم کرده، یه چند تا استپ جدا داره که میره وصل میشه به اون URL های یا همون API های فایربیس. اون قسمت به مشکل میخوره کاربر نهایی. حالا من اومدم اون استپا، اون قدم ها رو من حذف کردم و فقط همینه دیگه. ما تنها چیزی که میخوایم همین ایمیل و دیسپلی نیمشه که اینو میتونیم بگیریم. اما واسه اینکه این پکیج به درستی کار کنه، حالا ما به عنوان دیولپر دیگه باید درگیر فایربیس متاسفانه بشیم. ولی کاربر نهایی اون مشکل تحریم و اینا که مثلا اونجوریه که فقط باید فیلتر شکن روشن کنه تا بتونه گوگل ساینین کنه، ولی اینجا نمیخواد، بدون فیلتر شکن هم میتونه به راحتی اون ساینین رو انجام بده. خب بریم سمت فایربیس، اونم بهتون قدم به قدم یاد بدم که چطوری و چه اتفاقی باید بیفته. خب اول گوگل سرچ میکنیم کنسول فایربیس و کنسول فایربیس وارد میشیم. خب اینجا اسم پروژه‌ای که از قبل ساخته شده رو به ما نشون میده. حالا ما کار به این نداریم، یه نیو پروژکت میزنیم، اسمش هم میذاریم نوید آرت. قبول میکنه؟ نه. خب اوکی، پروژه ما ساخته شد. کانتینیو. خب اوکی، این اپلیکیشن ما هست که سمت فایربیس ساختیم. حالا از چی میخوایم استفاده کنیم بچه ها؟ ببینید اینجا بیلد رو که بزنیم، منوی بیلد که باز بشه، قسمت بیلد بود دیگه، آره. ببینید authentication، از authentication میخوایم استفاده کنیم دیگه. get start رو میزنیم و از گوگل میخوایم استفاده کنیم. اینجا اینیبلش میکنیم، آدرس جیمیل ساپورت رو وارد میکنیم و سیو. خب اوکی، ببینید این الان گوگل اینیبل هم شد. خب حالا یه بار دیگه اینو یه رفرش کنیم.
بچه ها ببینید واسه وصل کردن پروژه هایی که قراره به فایربیس وصل بشه، دو تا اپلیکیشن CLI ما لازم داریم، کامند لاینی. یکی اسمش فایربیس تولز هست، یکی اسمش فلاتر فایربیس هست. حالا من برم این فلاتر، خب اون فایربیس تولز چی کار میکنه؟ فایربیس تولز در واقع میاد ارتباط میگیره، یه پکیج JSE هست که Node.js رو باید اول روی سیستم نصب کنیم که NPM رو داشته باشیم، بعد از طریق NPM بریم اون فایربیس تولز رو نصب کنیم. و اینکه فلاتر فایر چی کار میکنه؟ فلاتر فایربیس اون اپلیکیشن باز اونم CLI هست، کامندی هست، اون میره ارتباط میگیره با اپلیکیشن فلاتری ما که اونو وصلش میکنه به اون فایربیس تولز که وصل میشه نهایت به این اکانت فایربیس و خلاصه میتونه پروژه ما رو سینک کنه به فایربیس. خب اینو من بیام فلاتر فایر رو گوگل سرچ میکنیم، این صفحه شه دیگه. حالا میتونی نگاه کنی. حالا ببینی این اولش یه دونه روی این لینک میتونیم کلیک کنیم. خب میتونیم مثلا با خودتون بخونیم، ولی خب حالا قسمت های مهمش رو من خدمتتون میگم. حالا بیایم این بالا، ببینید دو تا ابزار میگه هست. یکی همون بحث فایربیس ما هست، یکی بحث فلاتر فایر CLI. ببینید اینو توی دارت باید اینجوری نصب کنین، یعنی میایم CMD مونو باز میکنیم. خب اینو دارت پاپ گوگل، الان بزن اول اونو بگم خدمتتون. ببینید فایربیس تولز رو گوگل سرچ میکنیم، میبینیم که پکیج NPMه. اینا توسط NPM install فایربیس رو. حالا شاید اگه ندونین NPM چیه، بیاید Node.js رو سرچ میکنین. Node.js این چیه اومد؟ اینها این سایتشه. اول میایم Node.js رو روی سیستم نصب میکنیم و این نسخه آخرشه، ورژن 22. بعد میایم این فایربیس رو نصب میکنیم. حالا این هم به صورت گلوبال باید نصب بشه. ببینید npm install. حالا یه تفاوتش اینه که یه دونه G باید اینجا ما اضافه کنیم، یعنی این کامند رو که وارد کردیم اینجا بعد از آی که همون مخفف این استاله یه -G بیاد بزنید. خب اینتر کنید. بعدی که نصب شد، بعد از اینم میایم پکیج فلاتر فایر CLI رو نصب میکنیم. اینو کنترل C، باز دوباره CMD رو میایم باز میکنیم، کنترل V. ببینید دارت پاپ گلوبال، و این هم به صورت گلوبال باید نصب بشه، اکتیو فلاتر فایل CLI. اینم اینتر میکنید، اینم نصب بشه. خب حالا دوتا اپلیکیشن رو ما داریم واسه اینکه بیایم پروژمون رو سینک کنیم به چیز کنسول فایربیسمون. خب ببین اینو من یه جدید باز کنم تمیز باشه. آها راستی، واسه بار اول که شما میایید فایربیس تولز رو نصب میکنی، اول میایم میگیم که فایربیس لاگین رو میزنیم بچه ها. حالا من چون لاگین هستم میگه آقا تو از قبل لاگین شدی. اگه نباشی خودش اینجا یه پیغامی میده
میگه yes or no، میگه ارتباط بگیرم yes وای رو میزنید اینتر میکنی، میره خودش مرورگرتون رو باز میکنه. حالا مرورگر که باز کردید میره اون اکانت جیمیل رو میانید روش کلیک میکنه، نهایت لاگین میشه و این فایربیس دیگه اونو میشناسه، اون اکانت شما رو. حالا بعد که اون لاگین رو انجام دادین، حالا اینجا میایم میگیم که فایربیس توی کجا؟ توی پروژه فلاتری ما کانفیگور. خب کانفیگور رو که کانفیگور رو اشتباه نوشتم. آها نه ببخشید، اینو باید فلاتر فایر رو استفاده کنیم دیگه. فلاتر فایر کانفیگور. خب میبینید میگوسه fetch available firebase project. الاره اون پروژه هایی که توی کنسول فایربیس ما هست اونا رو برای ما میاره، میگه با کدومش میخوای توی این پروژه فلاتری استفاده کنی. حالا یه چند لحظه صبر میدیم. میبینید همه اونا اومد، 3 تا بود دیگه. ما این حالا امیدوارم دیده بشه، این دکمه پایین بالای روی کیبورد رو که فشار بدیم بین اینا میتونی انتخاب کنی. همین نوید اوت بود دیگه، اینو اینتر میکنی. حالا میگه پروژه چیه؟ میگیم که پروژه ما اندرویدی هست. میبینی رنگش عوض میشه، روی اندروید آبی شد، اینتر میکنی و شروع میکنه اون اتفاقای، اون کلاسا، اون متغیرها، اون تغییراتی که روی پروژه اندرویدی ما قراره باید یعنی اتفاق بیفته که این پروژه بتونه سینک بشه به پروژه فایربیسیمون، خودش اتوماتیک میاد با این ابزار فلاتر فایر انجام میده. هیچ کاری نمی کنیم دیگه، صبر میکنیم که کارش تموم بشه. خب اوکی، همه اون اتفاقایی که قرار بود بیفته افتاد. میام حالا اینجا چیزایی که اضافه میشن بهتون نشون بدم. ببینید اینجا توی پوشه لیب میاد یه کلاس دیفالت فایربیس آپشن اینجا اضافه میکنه. توی پوشه اندروید گوگل سرویس اینو میاد اضافه میکنه. خلاصه یه سری تغییرات اتوماتیک خودش میده دیگه، حالا لازم نیست خود شما دقیق بدونی. خب حالا ما به پکیج بچه‌ها فایربیس کور هم احتیاج داریم، پس اینم میایم به پروژمون اضافه میکنیم. خب حالا اینو دیگه میبندم. فلاتر پاپ اد شد، اشتباه نوشتم. فلاتر پاپ اد خب اوکی، فایربیس کورم اضافه شد. حالا میریم توی مین پروژه، متد مین، این دو خط رو اضافه میکنیم. فایربیس کور رو اضافه میکنیم. این دیفالت فایربیس آپشن همون کلاسی که هست که الان برای ما ساخته شد و اینجوری میاد اینیشالایز میشه فایربیس کور. خب این دو خط رو
توی متد مین اضافه میکنیم. این خط واسه این که مطمئن بشه اون دیپندنسی ها همه چی اوکیه و این هم فایربس کور ما اینیشیالایز میشه. خب بچه ها توی دکمه گذاشتیم روی صفحه. حالا این چند خط هم میام اضافه میکنیم. اول میام تو ترای کش میذاریم که اگر اکسپشن اتفاق بیفته ما بفهمیم. حالا این یوزر کنترل که ساختیم لاگین ویت گوگل، یه یوزری که دیسپلی نیم و ایمیل داشت و به ما پاس میده و حالا نهایت میاد میره توی متغیر رو به ما نشون میده. اگر اکسپشن هم اتفاق افتاد باز ما میتونیم اینجا بگیریمش. بچه همیشه یعنی در واقع پاتون رو از اپلیکیشنتون میذارید بیرون. یعنی چی؟ یعنی اینکه API دارید کال میکنید خارج از اپلیکیشن شما هست دیگه. مثلا دنبال فایلی دارید میگردید یا این اتفاق دیگه، از اون چارچوب اپلیکیشن شما پاشو گذاشته بیرون، اونجا دیگه شما تسلطی ندارید. همیشه سعی کنید از ترای کش استفاده کنید که اون اکسپشن رو بفهمید و متوجه بشید و به مشکل نخوره. اما ببینید اینجا هم اگه حالا دوباره از اپلیکیشن بیلد بگیرید و روی دیوایستون نصب کنید باز مشکل داره، باز ارور میده. حالا این دیگه چرا ارور میده؟ چند تا تغییرات دیگه سمت فایربیس هست که ما باید انجام بدیم که دیگه همه چی اوکی بشه. اون تغییرات چیه؟ ببینید الان ما اون اضافه شدن این فایربیس رو که انجام دادیم، حالا اینجا اگه بیایم رفرش کنیم قسمت فایربیس میفهمه، میگه آقا چند تا اپلیکیشن به این نوید اوت اومده اضافه شده. میبینید بچه ها اومد اندروید و آی او اس و اینا رو اومد به ما نشون داد. خب توی قسمت پروژکت ستینگ که رفتیم که یعنی کلیک میکنیم میریم قسمت پروژکت ستینگ، توی تب جنرال میایم پایین اینجا 2 تا کلید باید وارد کنیم. این کلید هم به صورت هش هست، یه SHA-1 داره و یک SHA-256. خب ادو میزنیم که وارد. حالا اینا از کجا بیاریم بچه ها؟ اینو یه اپلیکیشن هست که همراه با JDK شما روی سیستم نصب میشه به نام K-Tools. حالا اینا اگر بذارید کنسل کنم اینجا بهتون نشون بدم کامل اینجا گفته. یعنی اینجا این علامت سوال رو بیاد این سی دیس پیج رو بزنید، این در مورد جنریت شدن این کلیدا میاد بهتون نشون میده و اینجا هم 2 تا مثال زده، یکی واسه کاربرای مک یا لینوکس، یکی واسه کاربرای ویندوز. اینو کافیه اینو بیاد کپی کنید از اپلیکیشن K-Tools که همراه پکیج JDK روی سیستم شما نصب شده این استفاده کنید. بچه‌ها این 2 خطی هم نباشه، اینو میبینید اسلش فلان خورده، این اسلش رو پاک کنید، همه این 2 خط رو توی 1 خط قرار بدید. نهایت بعدی که اینو روی CMD وارد کردید یه دونه پسورد ازتون میخواد. ببینید اینجا نوشته که پسورد دیفالتش هم اندروید هست. اندروید رو وارد کنید اون پسورد هم اوکی میشه و اون SHA-1 و SHA-256 رو به شما میده که میتونید توی کنسول فایربیستون اینجا وارد کنید. حالا دقیق بهتون میگم. خب اگر شما JDK رو بچه جدا روی سیستم نصب نکردید حتما با این اندروید استادیو روی سیستم نصب شده، اما از کجا باید پیداش کنیم؟ خب یه بار دیگه میایم CMD رو اجرا میکنیم. بذار اینو ماکسیموم کنم.
کافیه اینجا بنویسیم فلاتر دکتر داش ورباس یعنی زیاد برای ما حرف بزن، با جزئیات بیشتری بگو. خب اینتر کنیم. اون قسمتی که اندروید استادیو، ببینید این خط که اندروید استادیو نصب شده یه دونه مسیر داره، این مسیر سی پروگرام فایل فلان، اینو کنترل سی، این در واقع مسیری هست که میاد فلاتر ما دنبال دیپندنسی های اندروید استادیو و خلاصه JDK و اینا میگرده. خب کافیه اینو بیام توی براوزری ویندوز وارد کنیم و توی پوشه JBR، پوشه بین اینجا کافیه CMD رو اجرا کنیم اینجا و اون خط کد رو اینجا بیایم وارد کنیم. کدوم خط کد؟ همین خط کدی که اینجا بهتون نشون دادم. حالا من اینجا خب این کامند رو من به صورت یه خطی توی یه فایل ذخیره کردم. همینو کنترل سی میزنیم، میایم اینجا کنترل وی اینتر اجرا میکنیم. پسورد دیفالتش هم اندروید اینتر. خب ببینید دو تا پسورد، دو تا به قول خودش فینگرپرینت به ما داد، یکی شا1 یکی شا256. همین دوتا رو کافیه کنترل سی بزنیم و بیایم توی کنسول فایربیز اینجا اد فینگرپرینت کنترل وی قبول نمیکنه. کنترل سی کنترل وی. آها الان ببینید شا1 قبول کرد. سیو میزنیم. حالا یه دونه دیگه اد، اینو دیگه ببندیم و این شا256 هم میایم کپی میکنیم تا اینجا هست، این پایین هم هست. کنترل سی، حواستون باشه به درستی کپی کنید. کنترل وی، یعنی خودش تشخیص داد که این شا256. processing change try again. باشه try again. کنترل وی سیو. اوکی. حالا این دوتا رو هم وارد کردیم، همه چی اوکی شد. خب دیگه کاری به کنسول فایربیس نداریم. این کامندمون هم میبندیم، نارم میبندیم. خب حالا بچه‌ها، حالا همه چی اوکیه. اگر که بیلد بگیرید از پروژه‌تون و روی دیوایس واقعی نصب کنید، میبینید که بدون هیچ اروری اون لاگین گوگل رو میتونه به راحتی انجام بده. خب اینم حالا باز یکم طولانی شد که دوست داشتم که با جزئیات بیشتری خدمتتون بگم. اول ممنون از توجهتون. سابسکرایب، کامنت و لایک فراموش نشه. اگر هم سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.